پس از سالها تجربه در ساخت یک خانه هوشمند میدونم که بیشتر مردم چه کارهایی رو باید انجام دهند و مهمتر از اون چه کارهایی رو نباید انجام دهند. بنابراین من واسه هدف ساده در مورد اینکه خونه هوشمند ایده من چگونه باید باشه آمدم و فکر می‌کنم شما موافق باشید. شماره 1 باید نامری باشه، اونقدر یک پارچه در پس زمینه کار کنن که فراموش کنید حتی اونجاست. دوم تایید بالای همسر است. اساساً هر کسی که در خونه شما زندگی میکنه یا مهمان شما میرود نباید از خونه هوشمند شما آزرده شه. آخرین هدف داشتن قابلیت اطمینان طولانی مدته. شما نمیخواید اون چند ماه بعد از جاده شکسته و تبدیل به یه گودال زمان و پولی. بنابراین من به شما نشون خواهم داد که چگونه با در نظر گرفتن این اهداف خونه هوشمند ایده بسازید و در پایان به تعدادی از سوالات ارسالی پاسخ خواهم داد. این دوگلاده مفید و مملو از اطلاعات خواهد بود. بسیار خوب. اول یکی از مهمترین بخش‌های ساخت خونه هوشمند اینه که بدونید چگونه اون رو کنترل می‌کنید. شاید فکر کنید من فقط یه دسته بلندگوی هوشمند رو در اطراف خونه قرار میدم و از دستورات صوتی برای همه چیز استفاده می‌کنم. این ممکن است زمانی که برای اولین بار شروع می‌کنید ایده خوبی به نظر برسه. من می‌دونم که این همان کاری بود که در ابتدا شروع کردم. اما حالا حدس بزنید چیست؟ من حتی به سختی در مورد این چیزا صحبت می‌کنم. 8 تا 4 سال می‌گذره زیرا به خاطر سپردن اونچه بعد بگوییم دشوار و گیج کننده. بنابراین بله واقعا مطابق با دویدن یک پارچه در پس زمینه و دوستانه خانواده نیست. بنابراین من قصد ندارم کل خونه هوشمند شما را با دستورات صوتی کنترل کنم. شاید فقط تعداد انگشت شماری از دستورات صوتی که روی مبل استفاده می‌کنید معقول تر باشه. من عمدتاً از بلندگوهای هوشمند برای گوش دادن به موسیقی و پخش اعلان‌های صوتی استفاده می‌کنم. راه دیگه که ممکنه بخواید خونه هوشمند خود رو کنترل کنید استفاده از یک سری برنامه خونه هوشمند در تلفن شما. اما این کارو نکن. فقط خیلی زیاده. فقط از این برنامه‌های خونه هوشمند منفرد برای تنظیم گهگاهی تنظیمات استفاده کن. به من اعتماد کن. بهترین اینه که از داشبوردی استفاده کنید که همه دستگاه‌های هوشمند شما رو ترکیب می‌کنن تا یه نقطه سازماندهی شن. میتونید به سرعت در تلفنتون به اون دسترسی داشته باشی یا اعضای خانواده میتونن چیزا رو در رایون الهی مشترک کنترل کنن. حداقل فکر می‌کردم ایده خوبی بود. برای انجام این کار باید همه دستگاه‌های خونه هوشمند خود رو در یک سیستم خونه هوشمند و بیشتر در یک دقیقه ترکیب کن. اما این عالی است زیرا همیشه زمانهایی وجود داره که شما نیاز به کنترل دستی چیزی دارید و این کارو بسیار آسان می‌کنه. بنابراین داشبوردها راحت هستن، اما راه ایده‌آل برای کنترل خونه هوشمند با سنسورها. اونها این کارو می‌کنن تا بتونید روز خود رو بگذرانی در حالی که خونه هوشمند شما بر اساس فعالیت‌های روزمره شما تنظیم میشه. مونن راه رفتن به اتاق، استفاده از پیشخوان آشپزخونه یا باز شدن دب‌باراژ و حسگرها رسیدن به هر سه این هدف رو برای خونه هوشمند ایده‌آل ممکن می‌کنن. هنگامی که به سنسورهای خونه هوشمند فکر می‌کنی، ممکنه به حسگر تماس و حرکت کلاسیک فکر کنی، اما فراتر از اینه. بسیاری از این حسگرها در واقع میتونن دیگه دستگاه‌های خونه هوشمند باشن. اونان اگه زنگ داری فرد رو شناسایی کنن، خونه هوشمند شما میتونه یه عمل انجام بده. آخرین راه برای کنترل خونه هوشمند با دکمه‌های هوشمنده. اینا برای موارد عجیب و غریب گوشه هستن که می‌خواهید چیزی سریع اتفاق بیفته. مونن دکمه‌ای در حمام ما که ربات و جارو برقی میفرسته تا این اتاق خاص رو تمیز کنه. زمان این اتفاق پراکنده. بنابراین سنسورها کار نمی‌کنن. من نمی‌خواهم یه فرمان صوتی رو به خاطر بسپارم و به داشبورد کامل در حمام نیازی ندارم. شاید من منتظر بمانم و فکر کنم یه دکمه هوشمند یه راه حل عالی برای موقعیت‌های مانند این است. بنابراین اکنون ما بهترین راه رو برای کنترل خونه هوشمند خود می‌دانیم. اکنون به سیستمی نیاز داریم تا همه چیز رو انجام ده. این به شما امکان می‌دهد تمام دستگاه‌های خود رو در یه داشبورد ترکیب کنید. حسگرها رو به هم متصل کنید و مانند مغز خونه هوشمند خود عمل کنید. اخیراً ویدیویی در مورد بهترین سیستم خونه هوشمند ساختم و اگه می‌خواید اون رو بررسی کنید، اون رو در زیر پیوند خواهم داد. اما اینجا چند نکته وجود داره که ممکنه بخواید هنگام انتخاب سیستم مناسب برای خود در نظر داشته باشید. شماره 1 یه سیستم آسان و ساده ممکن است همیشه بهتر نباشه. در واقع میتونه برعکس باشه. به عنوان مثال فرض کنید چند آمازون اکوداری که در طول سال‌ها جمع‌آوری کردید، بنابراین می‌خواهید آمازون سیستم خونه هوشمند شماره. استفاده از اون آسانه. بنابراین منطقیه. درسته. خوب شما با هر سه این اهداف برای خونه هوشمند ایدئال با مشکلاتی مواجه خواهید شد زیرا امکان سفارشی سازی رو محدود کردید. بگویید اگه تلویزیون روشن است نمی‌خواهید چراغ‌های حرکتی روشن شون. یا نمی‌خواهید اگه بازیکننده‌ها تمام شده باشن اتوماسیون‌های خاصی اجرا شن. با آمازون این امکان پذیر نیست. بله استفاده از اون آسان‌تره. اما در کارهایی که میتونید انجام دهید، سنسورهایی که سازگار هستن، گزینه‌های داشبورد محدود خواهید بود و این فهرست ادامه داره. بنابراین غیر منطقی به نظر میرسه، اما یه سیستم خونه هوشمند پیشرفته‌تر در واقع میتونه دوستدار خانواده‌تر باشه، زیرا میتونید اون دقیقاً همونطور که خانواده‌تان برای کار به اون نیاز داره سفارشی کنید. اوکی؟ دیگه که هنگام انتخاب سیستم خونه هوشمند باید در نظر گرفت اینه که از چه نوع حسگرها و دستگاه‌هایی می‌خواهید استفاده کنید. به زیگبی، زدویو و هرفی برای انتخاب وجود دارد. افزایش کاملاً توضیحید. اما سه مورد دیگه پروتکل‌های خودشون هستن. اونا شبکه‌ای از دستگاه‌های زیگبی یا زدویو می‌سازن تا در خونه شما گسترش پیدا کنند و پهنای باند قافی شما رو مسدود نکنند.
یکی از مواردی که باید مراقب اون باشید اینه که اگه از یه سیستم خونه هوشمند استفاده کنید که فقط با وبسایت سازگاره، ممکن است با مشکلاتی روبرو شید. از اونجا که اینترنت هنوز نسبتاً جدید است، بنابراین ممکن است با مشکلات بیشتری نسبت به چیزی مانند زیگبی مواجه شید. همچنین بسیاری از دستگاه‌های ترید بیشتر از همتایان زیگبی خود هزینه دارند. علاوه بر حرفه، اکثر دستگاه‌های خونه من زیگبی است. وسیع‌ترین انتخاب گزینه‌های ارزان زیادی رو به من میدهد و بسیار قابل اعتماد بوده. و برخی از دستگاه‌های زیگبی مورد علاقه‌ام رو در زیر پیوند میدهم و قصد دارم ویدیویی حسگر دیگه‌ای رو برای یافتن بهترین اون رو انجام دهم. بنابراین دکمه اشتراک رو فشار دهید تا اون رو از دست ندید. میدونم که باید به اون توجه زیادی کرد، اما هنگام انتخاب یه سیستم خونه هوشمند باید به یه چیز دیگه فکر کنید. چقدر می‌خواهید سرهم بندی کنید؟ مثلا آیا می‌خواهید همه چیز رو مطابق با دلخواه خود سفارشی کنید، یا فقط به سیستم اجازه میدید این کارو برای شما انجام دهد؟ خوب هستی. فایل اسیستنت منبع بازه، به این معنی که رایگانه و متعلق به شرکت‌های بزرگ فناوری نیست، اما برای ادامه کار نیاز به کمی سرهم بندی داره. این سال‌ها این کار بسیار آسان‌تر شده، اما قطعاً کار بیشتره. در اینجا برخی از سیستم‌های خونه هوشمند رو که من توصیه می‌کنم آورده شده. اسیستنت برای من برنده واضحه است، اما برای بسیاری از افراد سرهم بندی ایده‌آل نیست که کاملاً خوبه. من شخصا اهمیتی نمیدم که بیایید ببینم چیزی در گاراژ آرام من بسازم و از این استراحت کنم. بله، تا زمانی که نیاز داشته باشم طول می‌کشه. خوب، اکنون می‌دانید بهترین راه برای کنترل خونه هوشمند و سیستم برای تحقق اون چیست. اکنون باید دستگاه‌های هوشمندی رو اضافه کنیم تا بتونید چیزهای اطراف خونه خود رو کنترل کنید. من لیستی از اساساً همه دستگاه‌هایی که در حال حاضر در خونه هوشمند خود استفاده می‌کنم رو دارم که می‌تونید خودتون اونها رو بررسی کنید. من فقط از دستگاه‌هایی استفاده می‌کنم که کاملاً اونها رو دوست دارم، زیرا در طول سال‌ها تلاش زیادی کردم. اما در اینجا مواردی وجود داره که باید هنگام خرید دستگاه‌های خونه هوشمند به دنبال اونها باشید. اولین چیز ماده، این یه استاندارد جدید است که قول میدهد همه دستگاه‌های خونه هوشمند شما با هم کار کنند. بنابراین آیا باید فقط دستگاه‌هایی بخرید که با ماده سازگار هستند؟ خب به نظر من نباید خودتون محدود کنید. بعد هنوز بسیار جدیده و در حال حاضر در حال توسعه. بنابراین اگه فقط دستگاه‌های مت رو می‌خواهید، میتونید مدتی منتظر بمونید. مزایای مت سازگاری با همه سیستما اساسا برای کار کردن نیازی به ابر نداره. خوب، شما میتونید این کار رو در حال حاضر با دستگاه‌های زیگبی ضد و فد انجام دهید. بنابراین بازم این فقط نظر منه، اما چیزی که دستگاه‌های مت واقعا به خوبی انجام میدن اینه که برای کار کردن اونا به ابر متکی نیستن و من هنگام خرید دستگاه‌های خونه هوشمند جدید این موضوع رو در اولویت قرار میدم. به این ترتیب اگه متاسفانه شرکت سازنده دستگاه از کار افتاد، میتونید از اون در خونه هوشمند خود استفاده کنید. بنابراین هدف سومی رو که برای قابلیت اطمینان طولانی مدت گفته پشتیبانی می‌کنه. اگه از قبل دستگاه‌های خونه هوشمندی دارید که مونن من به ابر نیاز دارن، این پایان دنیا نیست. من اونها رو بیرون نمی‌اندازم و احتمالاً خوب میشه. آخرین نکته من در مورد دستگاه‌های خونه هوشمند در مورد آنفون. من همیشه نظراتی رو می‌بینم که میگویند به هر قیمتی از دستگاه‌های هایفای اجتناب کنید. من با این موافق نیستم. اگه یه روتر خوب و چندین نقطه دسترسی هایفای برای پوشوندن خونه خود یا حتی یه سیستم مشبک وای فای خوب داری، خوب خواهید بود. دستگاه‌های مفروض خونه هوشمند من متصل میمانند و همچنان میتونن بدون ابر مانند اویدیو پرزنس ایران کار کنن. توصیه میکنم از سیستم وای فای خود کم نگذارید. منظورم اینه که به این فکر کنید که خانواده شما چقدر با همه دستگاه‌های خود به اون متکن. ما نمیخواهید مشکلات وای فای داشته باشید. منظورم اینه که اگه یه ویدیو یه ثانیه طول بکشه تا بافرش بچه‌های من اون رو از دست خواهند داد. بسیار خوب، زمان آخرین قطعه از پازل برای ساختن خونه هوشمند ایده‌آله و باعث میشه همه اونها با استفاده از اتوماسیون در هر حالت فرمی که استفاده می‌کنی با هم کار کنن. اینجا جاییه که تمام تلاش‌های شما نتیجه میده دامونان جادو به نظر میرسد، زیرا اتفاقاتی در اطراف شما رخ میدهد بدون اینکه نیازی به فکر کردن در مورد اون داشته باشید. این یکی از چیزهای مورد علاقه منه. اما صبر کنی، قبل از اینکه وارد شید من یه توصیه دارم. هنگامی که برای اولین بار شروع به کار می‌کنی، زیاد غافلگیر نشوید و اتوماسیون‌های پیچیده ایجاد کنید. ساده شروع کنید و هر بار روی یه اتاق تمرکز کنید. حتی میتونید با تمرکز روی یک کار در یک زمان جزئیات بیشتری کسب کنید. در مورد یک مشکل در زندگی خود فکر کنید و سپس اون رو خودکار کنید و سپس به مشکل بعدی بروید. این به شما کمک میکنه تا اون چه رو که قرار است اتفاق بیفته پیگیری. بنابراین اگه خراب شد، میدانید کجا نگاه کنید و سری اون رو تعمیر کنید. شما ممکن است مانند شکستن نیست. من اتوماسیون کامل رو ساختم. آره، با آخرین کلمات معروف. منم وقتی دارم اتوماسیون میسازم، همین فکر رو میکنم. تا سپس خانواده من وارد ترکیب میشن. اونها دکترای تخریب اتوماسیون خانگی دارن. تقریبا تمام اتوماسیون هایی که خانواده من خراب میکنن رو میتون به راحتی با برخی شرایط اضافی تعمیر کرد. اگه موارد دیگه در خونه اتفاق بیفته، اینا اصلا که مانع از اجرای اتوماسیون میشن. مثلا اگه مهمان دارین، اگه تلویزیون در ساعات خاصی از روز روشنه، یا اگه شخصی دور از خونه باشه، میتونه جلوی اتوماسیون رو بگیره و خانواده‌تون رو اذیت نکنه. اکنون فقط یه هشدار، ساخت اتوماسیون های بی‌نقص به نوع کار بی‌قدرانی.
در ابتدا ساختن یک خانه هوشمند نامری رو به خاطر دارید که در پس زمینه به طور یکپارچه کار میکنه. خوب اگه اتوماسیون‌های شما به خوبی اجرا میشن، هیچ کس واقعا متوجه نمیشه که چیز خوبی. اما اگه شکستن، در مورد اون خواهی دشنی. با این حال همیشه اینطور نیست و اتوماسیون‌ها زندگی ما رو بسیار آسان کردن. من مجبور نیستم روی کارهای پیش پا افتاده تمرکز کنم و در عوض روی خانواده‌ام تمرکز کنم و به همون اندازه که شوخی میکنن دوست دارم با همسر و فرزندانم وقت بگذرانم و این اتوماسیون‌ها زمان بیشتری رو به روزگار من باز می‌گردن. به نظر من 100% ارزشش رو داره. بسیار خوب. قبل از اینکه اون رو به پایان برسانیم، در اینجا بخشی از سوالات و پاسخ‌های سریع آتش سوزی شما بچه‌ها از من در اینستاگرام پرسیده شده. اگه منو در اونجا دنبال نکنید قطعاً باید. بسیار خوب. بهترین نامگذاری برای اتوماسیون‌ها و دستگاه‌ها. من سعی می‌کنم تا جایی که میتونم هنگام نامگذاری اتوماسیون‌ها یا دستگاه‌ها هم توصیفی باشم و شاید کمی بیشتر توصیف کنم. مخصوصاً اینکه در چه اتاقی است. به این ترتیب زمانی که من باید اونها رو پیدا کنم میتونم به سرعت اتاق رو جستجو کنم و اونها به سرعت ظاهر میشه. چگونه همه اتوماسیون‌ها رو مرتب نگه داری؟ خوب. من فقط اونها رو خیلی خوب نام میبرم و هنگامی که بعد اونها رو پیدا کنم دوباره اتاق یا هر چیز دیگه‌ای رو که از جستجو میکنم و سریع ظاهر میشن. جاهد اسیستنت. من از هیمن اسیستنت استفاده میکنم. شما هنوز همون عملکرد که مریشو در خود دارید، اما پس از اون برخی از ویژگی‌های اضافی با هیمن اسیستنت دارید. بهترین تکرار کننده‌های زگبی نمیدونم بهترین است یا نه، اما من از برخی از خروجی‌های ارزای قیمت زگبی استفاده میکنم که سیستمش زگبی من رو در سراسر خونه من گسترش میدن و واقعا خوب کار میکنه. من همچنین از کارت فید استفاده میکنم که به عنوان یک تکرار کننده زگبی نیز کار میکنه. شروع با 4 سوئیچ هوشمند اولین چیز است. بله، سوئیچ‌های هوشمند یکی از بهترین کارهایی هستن که میتونید برای شروع انجام دهی، زیرا بسیار دوستانه خانواده هستن. همچنان میتونن مانند معمول از سوئیچ استفاده کنن، اما بعد از اون میتونید اون رو خودکار کنید. و ما به این خونه نقل مکان کردیم. سوئیچ‌های هوشمند اولین چیزی بود که اضافه کردم. چگونه از چیزای هوشمند دور شویم؟ متاسفانه راه آسانی برای تغییر از یک سیستم خونه هوشمند به سیستم دیگه وجود نداره. میتونید به آرامی دستگاه‌ها و اتوماسیون‌ها رو کم کم جابجا کنید یا این کارو یه بار انجام بدید. چون از وسایل هوشمند به هیمن اسیستنت برسید. این کاری که من انجام دادم و در واقع ادغام در هیمن اسیستنت برای اسمارت فرنز وجود داره. بنابراین شما میتونید تمام دستگاه‌های اسمارت فرنز خود رو وارد کنید و سپس به آرامی میتونید اونها رو از اسمارت فرنز جدا کرده و اونها رو به هیمن اسیستنت تغییر دهید. بنابراین شخصی پرسید که چرا باید این کار انجام دادن؟ خوب، اگه قبلا از سیستم خونه هوشمند خود راضی هستی، پس نه، نیازی به تغییر ندارید. اما اگه میخواهید به هیمن اسیستنت تغییر دهید، میتونید دستگاه‌های بیشتری رو ادغام کنید. من تقریبا همه دستگاه‌های خونه هوشمند خود رو با هیمن اسیستنت ادغام کردم. درها رو به روی چیزهای بیشتری که ممکن است باز میکنه. آیا باید فقط یه شرکت مانند کاسا رو انتخاب کنم و به اونها پایبند باشم؟ بله، اگه میخواهید مانند همه کلیدهای چرا خود رو تعویض کنی، رفتن به یه شرکت باعث میشه اون یک نواختر نگه داره. برای خانواده شما راحت تره، زیباتر به نظر میرسد. بله برای اون. اما برای نوارهای صبر کاسا واقعا نه. من چند نوار نور کاسا در اینجا دارم. یه نوع متفاوت در بوشه. هنگامی که اونا رو خودکار میکنید از اونا در دشوار استفاده میکنید، یه جور احساس میشه. بنابراین فکر نمیکنم اونقدر تفاوت ایجاد کنه. دران است. خب من جواب سوال شما رو با سوال دیگه میدهم. چگونه از خرج کردن این همه پول برای اون دست برداری؟ من تو را احساس میکنم. یه سیستم خوب و ارزان برای شروع و ارتقا بدن چیست؟ احتمالاً گوگل رو انتخاب میکنن. اون کاربارهای بسیار آسانی برای استفاده دارن و سپس شما ویراژگر اسکریپت جدید اونها رو برای ایجاد اتوماسیون‌های کمی پیشرفته‌تر دارید. و سپس اگه میخواهید کارها رو بالا ببرید از چیزی مانند اسیستنت استفاده کنید، شما همچنان میتونید از همه بلندگوها و نمایشگرها برای اطلاعیه‌ها و پخش موسیقی استفاده کنید و هیچ دستگاهی رو هدر ندید. کدومها ورزش ترجیح کردن رو داره. من ترجیح به اپل اسیستنت رو ترجیح میدهم. هر دو خوبی یکدیگر رو تکمیل میکنن و هر دو به صورت محلی اجرا میشن. بنابراین بسیار قابل اعتماد هستن. چگونه با هیمن اسیستنت شروع کنید؟ من برخی از ویدیوهای مورد علاوه خود رو در زیر پیوند خواهم داد، اما همچنین به ساخت یه ویدیویی مبتنی برای دستیار خونگی فکر میکنم. و اگه بکنم احتمالاً در کانال دوم خواهد بود. بنابراین اگه علاقه من هستید، من رو در اونجا دنبال کنید. بسیار خوب. این پایان پرسش و پاسخ است. امیدواریم این ویدیو در سفر شما برای ساختن خونه هوشمند ایده‌آل مفید بوده باشه. تمرکز بر این سه هدف به من کمک کرد تا خونه هوشمند بسازم که به اون بسیار افتخار میکنم. من به سختی میدونم که آنجاست. خانواده من اونو دوست دارن و در چند سال گذشته به طور قابل اعتماد کار میکنه. من میدونم که شما بچه‌ها میتونید اون انجام بدید. و اگه سوالی دارید در زیر به من بدوید. ممنون که تماشا کردید. اپل جک قول میدهم هرگز رها نخواهم کرد. فقط بلحظی تا اجازه دهید من راه بیفتم. جای دو نفر هست. متاسفم. نمیتونه دو دستیار صوتی خانگی هوشمند وجود داشت. صبر کن. فقط گفتی که هرگز رها نمی‌کنی. چرا این کارو می‌کنی؟